أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. زانی رو هم بدون بینه و بدون شهود بدون شاهد یا اعتراف رجم میکنه. پس بسیاری از آخونده رو باید باشون همین کار رجمشو بکنه. اولین کارش باید با آخونده خودش شروع بشه. مسخره کردن مردم. مانع زکات بدون بینه میکشه و به پیروانش دستور میده که امانت هیچ کسی رعایت نکنن جز با رافضیان. الله اکبر. و همه مساجد روی زمین را جز مساجد رافضیان خراب میکنه. یعنی شرک خونه دوست داره. آقا شما در عراق دیدی یه مسجد خراب بشه و مال رافضیان؟ فقط مساجد اهل سنت خراب شد. مسلمانان را در داخل مساجدشون میکشه و آتششون میزنه و حتی قرآن ها را باشون آتش میزنه. پس آقا اون چرا که امروز خامنه‌ای ملعون انجام میده در روایت هاشون، وقتی امام زمان چی کار میکنه؟ قرآن آتش میزنه، مساجد رو بر سر نمازگزارانش خراب میکنه و قرآن رو اونجا خراب میکنه. پس سپاه خامنه‌ای چی کمتر داره؟ این که امام حی حاضر پیششون که اینا تمرین میکنن. بعد که قرآن مسلمانان رو آتش زد چیکار میکنه؟ قرآن اصلی رو بیرون بیاره. ماشاءالله جمال ما روشن، چشم ما روشن به جمال مبارکش. این قرآن اصلی که هیچ کسی نمیدونه چیه. ممکنه اونم با عبری نوشته، به عبری، به خط میخی، به خط مورچه‌ای، خدا داره چه بلاییه. حتما مثل اصول کافی میمونه، حتما مثل همین چیزایی میمونه که الان دارن دیگه. بله، قرآن حقیقی رو که از پدرانش به ارث برده تو چاها، مثل قنات ها، سرداب چمکران و چمکران فردا به دامغان و نمیدونم بعدش کجا خلاصه زیر زمینه، بیرون جرأت نمیکنه بیاد. همونجا نشسته 1400 سال یه قرآن نوشته برای خودش. مسخره کردن مردم.